الحمید. قرآن کریم هدایت بزرگی برای ما میده. مسائلی را مثل جنگ بدر یک تعداد مردم فکر میکنه گمری تصادفی و اتفاقی است، ناگهان اینمی طور گپا جور شده. اما الله متعال میگه اموری را که شما در نظرتان است که او به طریق اتفاق و مفاجات است، نه هیچ امر از سلسله تنظیم الله متعال بیرون نیست، بلکه یک حلقه از حلقات تنظیم شده چی امور الله متعال است. ولکن لیقضی الله امرا. چرا الله متعال طور زمینه را مساعد ساخت که موقع برای کسی به تأمل و فکر دادن نداد. اگر به تأمل و فکر دادن میداد این جنگ واقع نمیشود. چرا؟ مقایسه اردو لشکر چی بود؟ غیر ممکن بود، از او خاطر آماده به جنگ نبودن. اما الله متعال به نیت چی؟ کمین گرفتن قافله تجارتی در حالتی که خیلی بدون چیسته تصمیم گیری جنگ یک دم برآمد. از او طرف لشکر نفر ابو سفیان رسید، از او طرف لشکر تیار آماده شد و یک دم اردو طایفه و جنگ در بین خود چسبید. مردم ایرا مفاجات میگه، اتفاق میگه، تصادف میگه، اما نه، یکی از جمله حلقات تقدیری الله متعال است که در ازل فیصله شده و به می سیستم. چرا اینطور شوه؟ به خاطر که ثابت شوه آلی که الله معلوم شد که اسباب کامیابی تنها مسائل ظاهری نمی باشه که وسایل ظاهری موجود باشه انسان کامیاب میشه، بلکه در پشت سر یک قدرت قوی یا نیروی قوی دیگری است که او سبب غلبه انسان میشه. الله متعال طایفه کم چی کرد؟ کامیاب کرد بالای طایفه بزرگ. پس از او خاطر است که وقتی اگر ما در مسائل ظاهریش میدیدیم هیچ امکان غلبه مسلمان ها بالای کفار نبود. عالی دلیل واضح شد که کافر شکست خورد به خاطر کفرش، مسلمان ها غلبه و نصرت حاصل کرد به خاطر اسلامش. معلوم شد که اسلام حق است و کفر باطل است. عالی اگر کسی در حالت کفر باقی میمانه عالی عذر نداره که بگویه حقانیت اسلام برام واضح نشده بود از او خاطر من اسلام نآوردم. عالی به چشم سر حقانیت اسلام مشاهده کرد، نیروی اسلام مشاهده کرد. حالی اگر در کفر باقی میمانه هم دیگه به دلیل است، عذر برش باقی نمانده. و اگر کسی اسلام میپذیره از روی یک دلیل و سند میپذیره. چرا در اسلام میرم؟ به خاطری که الله فتح و نصرت نصیب اسلام میکنه. شده میتونه مراد یهلک هلاکت هم باشه. حالی اگر کسی میموره در حالت کفر اما طور نمیموره که جاهل مانده باشه، واقعیت و صداقت اسلام نشناخته باشه، بلکه بالکل شناخت. به خاطر که این جنگ بدر مردم بیدار کرد که اسلام پیروز است، ولو که از نگاه افراد، اسلحه و مسائل ظاهری قطعا کمبود باشه، ولی کفر ناکام است. این امروز هم اگر کسی نعوذ بالله در حالت گمراهیش بازم خود غلام ای امریکا و ای روس و ای انگلیس و ای دموکراسی میدانه، انشاءالله که میموره در حالت گمراهی. به خاطر که حقیقت اسلام واضح شده که الله مسلمان فتح و نصرت نصیب میکنه. روسا را با اونمو زور و قوی خود جوش خود اون چی شد؟ شکست خورد. برای کلگی واضح شده که اگر ما نصرت دین الله را یک کمتر بکنیم الله نصیب ما میکنه، غلامی کس باقی نمیمانیم. الله همه امور ما وقتی که ما را پیروز سری کافر میکنه، آیا مسائل رزق ما آماده نمیشه؟ قطعا این الله حتما یاری میکنه، حتما ما را محتاج به کافر نمی سازه. اما افسوس است که امروز تمام حلقه های جامعه ما در خدمت چی؟ کفار قرار گرفته. از انجینر گرفته بگوید تا دکتر، از ملا گرفته تا چی را؟ مولایی را، تا سید و تا آقا را، کلشان نعوذ بالله در حلقه های چیسته بگوید استعمار داخل شدن، برای از او خدمت میکنه. اگر یا اتکاب الله بکنه میایه انشاءالله آیتی که سرنوشت ساز برای تمام ملت هاست، یک درس و پیام خیلی بزرگی قرآن کریم از پشت سر بر ما الله بیان میکنه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پشت سر بر ما آمده رایست، بر ما واضح میسازه که ملت ها چه قسم سرنگون و چه قسم سرفراز میشه. ایره بر ما واضح میکنه قرآن کریم. با تاسف است که با این آیات والای الله تعالی ما نه گوش فرا ماندیم و نه حقیقتش درک کردیم که قرآن برای ما چی درس میده. الله متعال میفرمه حالات اینمی رقم بود، لیکن الله خواسته بود که حق پیروز شود. حالی اگر کسی اسلام میارم با دلیل صداقت اسلام برش معلوم شده، غلبه اسلام برش معلوم شده،
دلیل قطعش است. اگر کسی که میموره و هلاک میشه یا در حالت گمراهی باقی میمونه، او هم دیگه عذر برش باقی نمانده. و ان الله لسمیع علیم. باز الله اشاره به این میکنه که بله انسان اگر در هر حالتی باشه، اگر فریاد به الله بکنه، اتکا به الله بکنه، امید به الله داشته باشه، دعا از الله طلب بکنه، علیم میدانه نیت و اراده تا. چطور شده میتونه که یک انسان به خاطر خدمت دین الله کمر بسته کنه اما الله او را ذلیل بکنه؟ قطعا نمیکنه. الله هیچ نمیکنه. الله سر دین خود خیلی غیرت میکنه از تو کده. تو سر دین الله غیرت کو. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. چطور نقش جنگ برابر شد؟ قابل یادآوری است پیغمبر علیه السلام در آن وقتی که نشان داد یوریک تو را هم امی کفار الله در کجا برات نشان داد؟ فی منامک در خوابت، قلیلا خیلی کم. و تو امی خواب برای صحابم قصه کردی که ما پیروز شدیم، سر کفار خواب دیدم و خیلی کم بودن. یک دم همت صحابه بالا شد. در خواب الله کم نشان داده، کم در خواب الله نشان داده کم. کسی اعتراض نمیتونه که پیغمبر کفار خود زیاد بود، چرا به صحابه گفت که کم است؟ در خواب موتور دیده و الله او را کم نشان داده. الله کم نشان داده میتونه. ولو اراکهم، اگر نشان میداد تو را امی کفار کثیرا زیاد و شما به صحابه خبرم میدادی که کفاری قدر زیاد است، لفشلتم، خامخا شما بزدل همت خود از دست میدادی، بزدل میشدی. ولتنازعتم، خامخا کشمکش اختلاف میکردی، فی الامر، در موضوع جهاد. اگر این گپا الله متعال اصل حقیقت لشکر کفار برای تو در خواب نشان میداد و تو خبر میدادی صحابه را، آماده نبودن صحابه که مقابله با این کفار بکنه. چرا؟ تناسب قوای از وقت از یا بالکل خیلی مسافه دور داشت. هیچ کس آماده با این نبود که مقابله از او را بکنه. حتما اختلاف پیدا میشد. ولکن الله سلم، لیکن الله متعال سالم نگاه کرد از اینکه اختلاف پیدا شوه یا بزدلی پیدا شوه یا کم همتی شوه. نه 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 نه، معلوم شد که بهترین نیروی جنگی او است که دوا اختلاف نباشه. بهترین نیروی جنگی او است که بزدل نباشه. بهترین نیروی جنگی او است که به همت نباشه. این سه نکته را باید داشته باشه. اون نیرو ولو که کم باشه الله چی میکنه؟ غالب میسازشه. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله خوب میدانه به صاحبان سینه. پس کدام راهایی که سبب بزدلی میشه، سبب بی‌همتی میشه، سبب استراب و اختلاف میشه و نیروی یک گروپ از بین میبره، الله میدانه. از او خاطر نقشه را طور دیگری آورد. در خواب پیغمبر علیه السلام لشکر کفار کم شد و برای صحابه هم قصه کرد. صحابه از امو وقت همت گرفتن، قوت گرفتن. و اذ یریکموهم، یکی خود مسئله خواب بود. دوم، و اذ یریکموهم قابل یادآوری است در آن وقتی که نشان داد شما را، هم امی لشکر کفار، اذ التقیتم، در آن وقتی که هر دو لشکرها با هم روبرو شده. در کجا نشان دادتانه؟ در چشمتان، در نظرتان طوری آورد الله. فی اعینکم، در نظرهای شما، قلیلا خیلی کم. لشکر زیاد بود حقیقتا اما در نظر صحابه کم معلوم میشد. ابن مسعود رضی الله عنه میفرما یک شخصی در پولی ما بود. ما از پیشی سوال کردم که 90 نفر باشه؟ گفت تو رفیق مرا میگه که نه 100 نفر هست. حالا که و 1000 نفر است. این کار الله متعال است. زمانی که الله میخواه یک گروپ نصرت میده، الله متعال ای رحمتش چی میسازه؟ بالا میسازه، بلند میسازه، ترس و هراس نداره. این گپ در زمان نیست، این زمان هم موجود است. الحمدلله در زندانای ما اینطور برادرها در زندانای طاغوتا موجود است که به قاضی همینطور میگه تو فیصله مرا نکو، فیصله شهادتی مرا باید بکنی. ما خب همین خاطر برآمدم، هیچ نمیترسم. یقینا در جهان همینطور مردم است. مردم همین اطفال فلسطین ببینی تانگار قطی پلخمان میزنه، در انبس واره میزنه، شهید میشه، بازم میدون. این گپ همونطور نیست. این گپ برای خود اینی همت الله برای ازیا نصیب کرده. مسلمان از همون خاطر است. یگانه نیرویی که مسلمان داره فقط نیروی معنوی است که کافر نداره. این نیست که سبب کامیابیشان است. قرآن هم برای ما میگه و یقللکم، و شما را کم وانمود میکرد فی اعیونهم، در نظر کفار دشمنایتان. و باز چی میکردن؟ مسلمانا را میگه ابو جهل میگفت که چقدر نفر باشه؟ چقدر نفر باشه؟ میگه چیسته؟ 100 نفر شاید باشه. 100 نفر. حالا که یا 313 نفر بود. لیقضی الله، چرا این کار الله میکرد؟
به خاطری که فیصله کنه الله امرا یک امری را که جنگ کردن است، مقابله است، مبارزه قایم شوه. کان مفعولا، به خاطری که الله فیصله کنه آن او کاری را کانه کی بود مفعولا شدنی، منظور شده بود به نزد الله کی باید واقع شوه. و الی الله ترجع الامور، سرنوشت و ثمره مرتب شدن به کی تعلق داره؟ مسلمان فقط اسباب خود استعمال بکنه، آن چیزی که الله از پیشت مطالبه داره تو در کار پر تو، ثمره مرتب شدن غالب آمدن کاری تو نیست. ای به کی سپرده میشه؟ به الله متعال. و الی الله خاص، به سوی الله ترجع بازگردانیده میشه الامور، تمام امور. پس الله به هر کدام ثمره مناسب به مرتب میکنه. هر چیزی که اگر به نیت و اخلاص واقعا انسان برآمده باشه، الله عمل کرده تو را بی نتیجه نمیسازه. یک نفر باش، یک نفر، هیچ کس قطعت معاون و کمک کننده نیست. خب به اخلاص تام درسی تا شروع کو، تعلیمی تا شروع کو، دعوتی تا شروع کو، بعد از یک مدت خیلی کم میبینی که اثرات از او چقدر زیاد میشه. خود به خود گپ ده ایسته که خاص به خاطر رضای الله به اخلاص تام با مو دلسوزی کی سره امی ملت داری تو عمل کردی تا شروع کو، دعوتی تا شروع کو، الله نتیجه را مرتب میکنه. یا ایها الذین آمنو، بر ما واضح شد که کامیابی به اسباب و وسایل مادی نیست، بلکه کامیابی تعلق به کی داره؟ فرمان الله. یا ایها الذین آمنو، خیر چی کنیم؟ چه هدایت الله بر ما میده؟ آینده در تاریخی که ما پیش رو داریم چی اوصافی را داشته باشیم در میدان جهاد، چی کارایی باید بکنیم که ما پیروز شویم؟ اینی در مردم میگه نسخه کیمیا برای پیروزی مسلمانا. اینی صفات از خود کنی خلاص، دیگه شما ادامه بده، دیگه بسپاری به الله تعالی. یا ایها الذین آمنو، قانون جهاد الله بر ما بیان میکنه. چه قسم جهاد میشه؟ کسانی که ایمان آورده، اذا لقیتم، وقتی که رو برو به امرای دشمن میشه، فئتن، یک جماعت از واره در جهاد. پس اینمی آداب لحاظش داشته باشه، بالکل التزامش بکنه. اول فثبتو، ثابت قدم بمانه، به همت و متزلزل نباشه، اتونه که دلت مضطرب میشه. یک. دوم عالی ثبات یا پیاداری که قلب آدم مطمئن باشه، مضطرب پریشان نباشه، توسط چی حاصل میشه؟ دوم واذکر الله کثیرا، یاد کنی الله را خیلی زیاد. یاد کردن الله دو قسم است. در زبانتانم همیشه بگویی که یا چیسته قهار یا جبار، اینی طور، یا ارحم الراحمین، سر ما رحم بکو، یا چیسته بگوی نصرت کننده، یا ذل جلال و الاکرام، ما را غالب بساز. در زبان همیطور میگی. دوم نه، اصل ذکر اینجا ایسته. از امو خاطر بعضی مفسرین میگه که در میدان جهاد مجاهدین که ناره تکبیر میگه، یوم خیلی ولوله و چیسته رعب سری دشمن میپرتد توسطی ولوله ها، از او خاطر ناره تکبیر در اوجا میباشه. مردم ما در کجا میکنه؟ در مسجد ها، در جای گرم. این در سنگرهای یخ میباشه. امروز در کجا میکنن؟ در میلاد. در میلاد هم کدام گپ بزنه؟ همین مولا که یک دفعه می گپ بزنه که بعضی پیدا شدن میلاد نمیگن میلاد است، بازا میگن آره تکبیر. که بدعت زنده میکنه. خب بدعت زنده میکنه. ناره تکبیر در مقابل کفار است، در مقابل اون مردمایی که دین تری شکن کرده و تو را هم به مو دین دعوت داده رویسته. اخلاقیات پیش ببر، جهاد فیزیکی را مکمل نفی کرده برو، جماعت به خود جور کرده برو، نامش زیبا بگذار، نامش زیبا. حالی ما بسیار جماعت ها را میبینیم خیلی نامای زیبا داره، ظاهری درسایشان هم خوب است، اما چی را نفی میکنه؟ جهاد عملی را. او ما میگیم جهاد عملی لازمه زندگی کیست؟ مسلمانی که جهاد نداشته باشه قطعا او زندگی لذت نداره، قطعا نیست. واذکر الله کثیرا، الله را یاد کنی خیلی زیاد. الله را چطور یاد کنی؟ بگویی که نصرت از جانب الله است و من این کار به خاطر الله میکنم، خلاص. الله متعال در یک جای برای ما این هدایت نداده که وصلوا کثیرا و وصوموا کثیرا و زکوا کثیرا، زکات بده زیاد، ایره بده. چی چیز از ما زیاد مطالبه کرده؟ یاد الله را. یاد الله به خاطری که در هر مرحله قدم میگذاری الله در یادت باشه. مسجد داخل میشم الله در یادت باشه که اینجا چی ادب است، الله برام چی فرمان داده. قطعی کسی معامله بی فروش میکنی، همینجا دیستی در یادت الله باشه. دروغ باید نگویم، فریب باید ندم، عیب پنهان نکنم، اینه نعوذ بالله عالی طور نکنم که همین چیزی ناقص سرش بفروشم باز بگریزم خدا گم کنم. اینطوری نه. مسلمان هستی. مسلمان کسی الله در یادش باشه گایم قدم خدا غلط نمیمانه.
الله میگه لعلکم تفلحون، به خاطری که شما به مقصد خود برسه. این دستورات الله براتون داده. لعلکم به خاطری میگه که بس اوقات میشه می آدابی که الله برای ما فرمان داده او را ما در سر نرسانیم. پس اینجا اشاره به اصلحه معنوی مسلمان ها شد. کدام چیزی که کافر در هیچ وجه پیدا کرده نمیتونه. دنیای کفر تلاششان به می خاطر است که اسلحه جدیده اختراع کرده بره، اما از اصل حقیقتی که سبب کامیابی است از او غافل است و پیدا کرده نمیتونه. بهترین اسلحه برای کامیابی یاد کیست؟ الله، که انسان قدم به خاطر الله متعال بگذاره. سوم ادب، و اطیعوا الله، اطاعت الله را بکنه، فرامین الله، دستورات الله را نادیده نگیره. بس گاهی هم خلاف شرع کدام کار انجام نده، ولو که حالت جهاد باشه، حالت جنگ باشه. تو پابند هستی. دین برات چوکاٹ گذاشته. ایرا گفته نمیتونی که وی مثل که آل مجاهدین ما چی میگفت؟ ما جهاد میکنیم. قرار زیر توتا خواب بودن، نه جنگ بود، نه جدل، روزه را میزدن. خیرت است، من مجاهد هستم. حالی تو مجاهد هستی شرابان بخور؟ تو مجاهد هستی زنام بکن؟ نعوذ بالله. از همین نام جهاد چقدر استفاده های غلط می مردم نکردن؟ زمین ها را غصب کردن، خانه مردم گرفتن، غصب کردن، دخترای مردم به زور نکاح کردن، بگوی مردم از منطقهشان مهاجر کردن. کدام گپا نبود که به نام جهاد این مردم نکرد؟ یا در روز قیامت به الله پیش میشه. جهاد ما که ثمرش عالی، قطعا بیخی هیچ ثمره نداره، به خاطر نمی بود که مردم از این جهاد استفاده سو کردن، غلط کردن، مردم فریب دادن. قرآن میگه نه اونطور نیست. و اطیعوا الله، اطاعت الله را بکنه، نافرمانی دستورات الله را نکنه، و رسوله، اطاعت پیغمبر از او را بکنه. در اموری که تعلق به جنگ داره اگر پیغمبر موجود است، کدام نقشه را که پیغمبر میده هیچ وقت شما نگوی که نیسته، نه طور نیسته. صلح میکرد عمر رضی الله عنه، طبیعتش خیلی قوی بود، نمیخواست که میگه این شرطا را ما چطور قبول کنیم؟ چرا تو پیغمبری بر حق نیستی؟ لیکن پیغمبر بود، کار میکرد. خب سوم دستور. چهارم دستور، ولا تنازعوا، کشمکش نکنید در بین خود. تنازع او کشمکش و اختلافی را میگه که سبب جدایی میشه، سبب گروپ بندی میشه، که یک گروپ میشه دیگه گروپ میشه. یک اختلاف نظر است، اختلاف رأی. اختلاف نظر و رأی این مسئله حتمی است. زمانی که ما تصمیم میگیریم ترجمه قرآن شروع میکنیم، 10 نفر در اینجا مشوره داریم، هر کس یک رأی خود پیش میکنه. اختلاف رأی و نظر بد نیست، اختلاف حتما پیدا شده نیست. برای تو یک معامله مضر معلوم میشه، برای من مفید معلوم میشه. امیال همین طور است. برای من معامله مفید معلوم شده، ما جماعت یا بنیاد یا فعالیت خود رسمی کردیم، مفید معلوم شده، چرا ما دیدیم حالاته. اما یک نفر بیرونی این نکته ها را درک کرده نمیتونه، برای زوی مضر معلوم میشه، علیه ما فتوای کفر میده. دیگه چی؟ پشت من نماز نمیخونه.